روغن همون چیا بریز دیگه؟ دوگانه شو بریز. خطور قوی تر بود به نظر خودم. دوگانه خواهم سباش دوگانه سبا اسپیدی نه اینجا روغنی اینه باید شسته بشه ببینی باید جدید نباشه. بچه ها سلام. بچه ها امروز میخوام برم، یعنی امروز نگیری الان دیگه میشه امشب، میخوام برم بچه ها روغن قاسم رو عوض کنم که روغنش بچه ها تایمش رسیده و باید حتما عوض بشه. به تخمه اینم داداشمه، به تخم اونم هست. و از اون باید بچه ها روغن قاسم کم هم شده به دلیل اینکه ماشین بچه ها روغن ریزی شدید داشت از کاسه چی میگم کاسه درسته دیگه از کاسه نماد سر میلنگ بچه ها یه روغن ریزی داشت که یعنی به قول مردی بهتره بگیم دهن ما رو مورد عنایت قرار داد بچه ها. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. این کلمه نگفتم، مورد عنایت قرار داد. و از اون ور ما رفتیم بچه ها اون کاسه نماده رو عوض کردیم، ولی بازم ماشین داره روغن میریزه و نمیدونم از کجا الان برم بچه یه تمیز روغنی پیدا کنم برم زیر ماشین، حتما براتون ویدیو میگیرم از زیر ماشینم ببینید چقدر روغن ریخته، به چه طرز بچه ها به قول مردی وحشیانه روغن ریخته. حتما بچه ویدیو تا آخر ببینید، لایک کامنت هم اصلا الان بزنین که یادتون نره. عشق منی بچه ها سلام. من اومدم اینجا بچه ها کلید یه کلید بزنم برای خودم. به تخمه اینم داداشمه، به تخم اونم هست. ماشینم اینجا گذاشتم دیگه قاسم بردم بچه ها روغنش عوض کنیم. اینجوری معلوم نمیشه ها، چون اینجا روغن میریزه، روغن ریزی شدید. هواکشش نه، هواکشش عوض کردم. هواکشش به نظر عوض کنیم یا نه؟ هر دوباری بار عوض کنیم. 4000 دلار. فیلتر روغن عوض. چون اینجا آب ریخته بود. ببینید آب ریخته بود شدید، خرابکاری کرد. چون این روغن ریزی شدید داشت، میبینی؟ این کمپرسور کله اینا همه پر روغن شده بچه ها. روغن داره میریزه، روغن ریزه. فیلتر چی داری میزنی؟ فیلتر چی داری میزنی؟ خوبه؟ سرکان نداری؟ سرکان چنده؟ اینا چنده؟ همون سرکان برانی بهتره. واقعا قشنگتر میده سرکان. خیلی
خیلی بچه روغن ریزی داشت. اینجا رو باید بدم قشنگ بشورن، پایینم بشورن. روغن ریزیش بچه ها گرفتم مال میونسیپا بهش بود. اینجا روغن میریخت، من بردم یه روز دادم درست کرد. الان باید ببرم بچه ها بدم بشورنش قشنگ که دیگه اگه جایی روغن بریزه بچه باید متوجه بشیم که فکر کنم یه جای دیگه هم باید روغن بده بچه ها. فکر کنم یه جای دیگه هم روغن میده احتمالاً، ولی خب فعلا که نمیریزه، ولی به نظرم خیلی کم میده روغن. کیلومترش هم بگیریم بچه ها 645,240. روغن همون چیا بریز دیگه؟ دوگانه چو بریز. نه سبزشو مگه نداری؟ گفتی دارم که بچه ها مثل اینکه اسپیدی دوگانه نداشت. من هم از این قرمز ها گریدم دیگه، جگری ها نمیدونم چوریه. این سری از اینا بریزیم ببینیم خوبه یا نه. اونم که میگه خوبه، ببینیم چی جوری میگه دیگه. فرق نمیکنه. من این دوگانه ها رو میریختم خیلی موتور قوی تر بود به نظر خودم. آره ولی خود سبا زیاد به نظرم چی نیست. مثلا اسپیدی مارک بهتری بود به نظرم. اینو مثلا این رنگیش طول ندیده بودم، قرمزش دیده بودم و از اینا سبزش دیده بودم با قرمزش. منش هم خوب بچه ها، رنگش بال بود. اینه بچه ها روغنش رو بگیرم براتون ببینید. سبا اسپیدی این بنفشاش هم همونه؟ مدل دیگه شه ها؟ پژوی اونا؟ چون من قبلا اینه میریختم بچه ها، کارپی قبلا اینه میریختم ولی رنگ آبیش بود. اینجوری هم بستنی بچه مثل این بود، رنگ آبی بود. واقعا روغن خوبی بچه ها، روش قشنگ زده فرایدی که الان 4.5 داشت. این به درد من نمیخوره. من 3.5 بگه 4 میگه. روشن کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم برای استارت بچه ها. این رو گازه بچه ها. روغن نمیده؟ نه اینجا روغنی اینه باید شسته بشه ببینی باز جدید نباشه. چون دو جا روغن میریخت، من دو جاشو درست کردم. آره باید بدم کارباش بشورن. این هم از بچه ها تعویض روغن قاسم. خوبه؟ تمام؟
بچه‌ها این روغن عوض کردم، واقعا موتور نرم شد بچه‌ها، مثل اینکه روغن خوبی بود. بهتون حتما بچه‌ها چیز میکنم، پیشنهاد میکنم این روغن رو بریزید. من تا حالا مثلا این رنگیش نریخته بودم، همیشه من دوگانه‌شو بچه‌ها میریختم، ولی خب این سری رنگ جگریش ریختم. مثلا این حالا شاید معمولی بود، نمیدونم حالا جریانش چی بود، ولی گفت خوب روغنش. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروزمون. امیدوارم از این ویدیو راضی بوده باشین و ویدیو خوبی بوده برای شما بچه‌ها و سرگرم شده باشین، یک چند دقیقه‌ای با من سرگرم شده باشین. و بچه‌ها حتما ببینید ویدیو قبلی منم، ببینید ویدیو خوبی براتون میسازم که به درتون میخوره و مثلا تجربه‌ای بهتون میگم که مثلا به درتون میخوره. حتما بریم بچه‌ها ویدیو قبلی منم ببینین تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میرسونم. خدا یار و نگهدار.